بگم راستش من از مرحله اول که توی مسابقه شرکت کردم تا الان خیلی نظرهای مختلفی راجع به اجرام شنیدم. مثلا اینکه خیلی بهم تبریک گفتن، خیلیا گفتن که حق من بوده برم بالا از این مسابقه، خیلیا گفتن که نه حق شما نبوده، حق رقیبتون بوده. خیلی گفتن که شما اصلا تقلب کردین که نقش خانم شیرزاده بازی کردین. بعضی حرفای زشت زدن، بعضی حرفای خیلی زشت زدن. ولی چیزی که خیلی زیاد در مورد اجرای خودم شنیدم اینه که خانوما به من رأی دادن که من موفق شدم که این مرحله رو رد کنم و بیام بالا. من فکر میکنم واقعا دیگه دور زمانه این که بخوایم به همه چیز زنونه مردونه نگاه کنیم گذشته. واسه یه رد شدن از همچین مرحله‌ای بخوان که به همدیگه رأی بدن، همدیگه رو حتما حمایت بکنن که یه خانوم بیاد بالا. الان ما خانمایی داریم که خیلی توی جامعه فعالن، راننده زن داریم، مدیر زن داریم، پست‌های مهم دولتی داریم که خانوم‌ها هستن توش و فکر میکنم که واقعا توانایی‌های خانوما برابره و استعدادهاشون مثل همدیگه میمونه. و حالا اینو نمیگم اصلا که تحصیلات خانوما درصدش نسبت به تحصیلات آقایون توی ایران خیلی بالاتره. مثلا عجیبه اینه که نمیدونم چرا بعضی از آقایون فکر میکنن که خانم‌ها خیلی پیچیدن یا مثلا خانم‌ها با گوشه کنایه حرف میزنن و حرفشون رو رک و راست نمیزنن. یعنی خب اصلا چیز عجیبی نیست، خیلی ساده است. مثلا وقتی یه خانومی میگه که میای بریم خرید، یعنی بیا بریم خرید. یا مثلا شب میای بریم خونه مامان امینا، یعنی شب بیا بریم خونه مامان امینا. به همین سادگی، اصلا چیز پیچیده نیست که آقای متوجه نشن. یا مثلا یه سوالایی هستش که کلا جنبه تزیینی داره. مثلا یه خانومی میپرسه که من چاق شدم، خب جوابش اینه که در هر صورت باید بگی نه. یا اینکه مثلا غذام خوب شده، جوابش اینه که وای عالیه. یا این لباس به هم میاد، خب منطقیه دیگه، باید بگی آره ازم فوق‌العاده است. یعنی اصلا این چیز پیچیدگی نداره که متوجهش نمیشین. بذار یه مثال براتون بزنم. مثلا یه آقایی زنگ میزنه از سر کار به خانمش، میگه که عزیزم من امشب میخوام با دوستان برم استخر از سر کار، یکم دیرتر میام، اشکالی که نداره؟ خانمم میگه نه عزیزم هیچ اشکالی نداره، خوش بگذره. بعد شب آقای میاد خونه، میبینه خانمش باش قهره، جواب سلامش هم نمیده، از شام هم خبر نیست. بعد تعجب میکنه. خب تعجب نداره، یعنی شما چطور متوجه نمیشین وقتی یه خانمی میگه عزیزم برو بهت خوش بگذره؟ اصلا معنیش نیستش که عزیزم برو بهت خوش بگذره. معنیش اینه که نه سریعتر پاشو بیا خونه، منو بچه‌هات از صبح تا حالا پوسیدیم تو خونه، اینقدر تنها بودیم. واقعا این اصلا سخت نیست، اصلا پیچیده نیست. یعنی به نظر من خانم‌ها و آقاها مثل همن، یعنی که همه چیزشون برابره. و اگه توی زندگی زناشویی بتونیم یک درک مشترکی از همدیگه داشته باشیم، هیچ وقت به مشکل نمیخوریم، خصوصا تو جزئیات. ولی باز فکر میکنم که آقایون یه ذره درکشون از جزئیات کمتره، مثلا تو رفتار آدما. مثلا فکر کنین که یه خانومی تازه ازدواج کرده، تو عروسیش یهو دختر عمه داماد میاد به عروس میگه که وای عزیزم چقدر خوشگل شدی، وای عزیزم خوشگل شدی. واسه خانم‌ها کلی حرف توش مستتره، یعنی که اون خانم متوجه میشه که منظور دختر عمه داماد اینه که نه قبلا اصلا خوشگل نبودی الان آرایش کردی خوشگل شدی. یا اینکه خیلی دلش می‌خواسته که مثلا پسرداش بیاد خواستگاری این خانم ولی حالا مثلا نیومده و حالا ولی شما خودتون رو خسته نکنین، چون هر چقدر هم توضیح بدین واسه شوهرتون کلا متوجه نمیشن. در غیر این صورت، یعنی من فکر میکنم که بجز این که آقایون خیلی تو جزئیات درکی ندارن، دیگه تو همه چی با هم دیگه برابرن. و چرا یه چیزی آقایون اصولا قدرت تفکیک رنگا رو ندارن، یعنی بیشتر از آخ 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 یعنی مثلا 3 تا رنگو بیشتر نمیفهمن. بعد وقت میخوان برن تلویزیون بخرن، مشخصاتشو میخونن، میگن که این تلویزیون قابلیت پخش 12 میلیون رنگو داره، این یکی قابلیت پخش 16 میلیون رنگو داره، اینو بخرم این بهتره. 16 میلیون رنگ. آخه عزیز من شما که فرق سبز و زرد رو نمیفهمی، 16 میلیون
رنگ میخوای چیکار؟ یه مثالی حالا دوباره براتون میذارم که بهتر متوجه بشید. مثلا تصور کنین که شما به عنوان یه خانوم شوهرتون میبرین که مانتو بخرین. البته فرض محاله، برای اینکه هیچ شوهری نمیره با خانومش مانتو بخره مگه به زور اسلحه. حالا فکر کنین که شوهرتون رو بردین حالا با هر ترفندی هست که مانتو بخرین، بعد یه مانتوی سبز کله قاضی سیر برمی‌داری میرین تو اتاق پروف میپوشین میاین بیرون، به شوهرتون میگه این چطوره؟ میگه خوبه بهت میاد. بعد میرین یه مانتوی سبز پرتابوسی تیره برمی‌داری میبرین تو اتاق پروف میپوشین، دوباره میاین بیرون، بعد فکر می‌کنین شوهرتون چی میگه؟ میگه این که همون قبلیه. این همون قبلیه؟ مثلا نمیفهمم. سبز کله قاضی سیر همون سبز پرتابوسی تیره است؟ آخه مگه ممکنه؟ خب همین کارا رو میکنی آدم دیوونه میشه دیگه. دیگه فرقش چیه؟ آقایون مشکلشون اینه، یعنی فکر میکنن که فندقی و نخودی و بژ و اوکر و حنایی و ماشی و موشی و میشی همش یه رنگ کرمه. مگه میشه همچی؟ ببین الان من یک موردی رو به شما نشون میدم. آقای جواد این به نظر شما چه رنگیه؟ کرم؟ آقای جوان گفتن این کرمه. کرم پررنگه. کرم پررنگ. این چه رنگیه؟ کرم کمرنگ. کرم کمرنگ. من از خانم بردارم خواهش میکنم که بگن نیشه که این چه رنگ؟ ندارن. این چه رنگ؟ من ترجمه میکنم. این چه رنگیه؟ این رنگ بیژه آقای جوان. این چه رنگه؟ این رنگ خردلیه. متوجه شدین؟ بیژ خردلی به همین سادگی. اصلا من فکر میکنم اصلا که مگه لازم این همه اسپوزاری بشه؟ نه پس. پس این کم رنگ پر رنگ واسه چی گذاشتن؟ نه اینا اسم داره. این رنگا اسم داره. هر کدوم زحمت کشیده شده نقاشی واسه اینا اسم گذاشته. باشه. بعد اصلا فرق میکنه با هم دیگه. الان مثلا شما بیژو مثلا با صورتی بعد بپوشین، مثلا خردلیو بعد با سبز بپوشین، کاملا ما همه میدونن. من اصلا فکر میکنم یعنی خب این مطمئنم که برای این یعنی به همین دلیل پرطرفدارترین تیمای فوتبال اصولا 3 تا رنگ بیشتر ندارن: آبی، قرمز، زرد. برای اینکه مثلا فکر کنین اگر پرسپولیس رنگ پیرنش مثلا چه قشنگ. آره. خب عجیب. خدا رو شکر بارون میاد. مثلا فکر کنین که پرسپولیس رنگ پیرنش گلبهی روشن باشه، گلبهی روشن، یا مثلا استقلال بنفش یاسی باشه، طرفدارش میشدن؟ نه، چون اصلا اسم رنگو نمیتونستن بگن. آقایون میرن استادیوم نگاه میکنم که این تیم پیرنش قرمز خوبه، همه طرفدار همین بشن. وگرنه به نظر من غیر از این موارد دیگه هیچ فرقی بین آقایون و خانوما. چرا اینم می‌خواستم بگم ای بابا که همین آقایون اون وقتی میرسن به بحث ماشین یهو رنگ شناس میشن. مثلا شما به شوهرتون میگین که این ماشین 206 این توسیه، میگه توسیه، یه جوری نگاهتون میکنه انگار جنایت کردین. این توسی نیست، این نکمه دادیه. چه فرقی میکنه؟ بعد همون نکمه دادی مثلا یه ماشین دیگه میبینه اونم میگه نه این نقره‌ایه، این دلفینیه، این نکمه دادیه، این خاکستریه، همشون هم توسیان. یعنی موقعی که میخوان رنگ شناس بشن رنگ شناس میشن، موقعی که نمیخوان کلا رنگی میگیرن. تو بحث تکنولوژی هم همینه. یعنی آقایون یه موقعی با کامپیوتر رو مثلا گوشی موبایلشون رو ریموت کنترل تلویزیون یه جوری کار میکنن انگشتاشون رو نمیبینی، یا مثلا صفحه ها رو باز میکنن میبندن اینا. بعد بهشون بگو که این ماشین لباسشویی روشن کن خاموش کن، یه دونه دکمه بیشتر نداره که همون دکمه هم روشن میکنه هم خاموش میکنه، یا مغزشون از کار میفته. وگرنه به نظر من خانوما و آقایون دیگه تو هیچ چیز دیگه‌ای با هم دیگه فرقی ندارن. فقط من فکر میکنم که نه، من فکر نمی کنم این یه چیزیه که کلن یعنی همه میدونن که خانوما ذهنشون قابلیت اینو داره که چند تا کار رو با هم دیگه انجام بدن.
مثلا شما یه خانومی رو میتونید تصور کنید که تو آشپزخونه، به راحتی میتونید تصور کنید که تو آشپزخونه داره غذا میپزه، به بچهش دیکته میگه، با تلفن داره حرف میزنه با مامانش در مورد دختر همسایه‌شون که خواستگار اومده، براش دیپلم هم نداره خواستگار، ولی بهش میگن آقای دکتر، داره صحبت میکنه، همزمان داره قسمت 12 سریال تنهایی لیلا رو هم نگاه میکنه به همیشه. بعد یا شوهرش میاد توی آشپزخونه دنبال یه چیزی میگرده، شوهرم نمیگه دنبال چی میگرده. خانم همینطوری که داره با تلفن حرف میزنه، آشپزی میکنه، به بچه‌ام دیکته میگه، سریالم نگاه میکنه، میگه ببین برو اونجا، اون کشو، اون سمت راستی پایین، اون طرف، اون ته کشو پیداش میکنه. ولی باشه که به نظر من آقایون و خانم‌ها هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. آقایون مغزشون وقتی یه کاری میکنن فقط متمرکز رو اون کار، هیچ کار دیگه ای نمیکنن. مثلا تصور کنید که شوهرتون نشسته رو مبل داره فوتبال نگاه میکنه، دیگه هیچی به جز فوتبال نمیفهمه، فقط فوتبال. بعد همون موقع هم بیان یک سوال ساده ازش بپرسی، مثلا بگی که آشغالا رو گذاشتی دم در، یا هنگ میکنه، بعد اینجوری نگاهتون میکنه. نمیتونه هم فوتبال ببینه هم جواب شما رو بده که آشغالا رو گذاشته دم در یا نه. به این شکل، یعنی وقتی شوهر شما نشسته روی مبل داره فوتبال نگاه میکنه، با خود مبل هیچ فرقی نداره. فقط مبل نمیگه میشه یه چای واسه من بیاری؟ دیگه فکر میکنم که واقعا آقایون و خانم‌ها هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. و فکر میکنم که خب اگر که اداره کشورها رو کلا میدادن دست خانم‌ها، هیچ وقت هیچ جنگی در طول تاریخ اتفاق نمیافتاد. فوقش مثلا کشورها با هم قهر میکردن. یا فوقش مثلا میرفتن پیش همدیگه مثلا غیبت کشورهای دیگر رو میکردن. یا فوقش کشورها مثلا اینجوری به هم نگاه میکردن. اصلا اصولا من فکر میکنم که خانوما متمدن ترن. توی رانندگی هم که نگاه میکنین همینطوره، یعنی شما هیچ وقت یه خانومی رو نمیبینین که یهو قفل فرمون بکشه پیاده شه بزنه تو سر یه خانم دیگه، یا اینکه مثلا توی رانندگی لایی بکشه یا کارهای بد بکنه. نه، ولی آقایون فقط منتظرن که مثلا یه خانومی یه ذره مثلا یواش بره، یا یه ترمز اضافه بزنه، یا مثلا راهنمای چپ رو بزنه بپیچه راست رو بزنه مثلا بپیچه چپ، یا مثلا داره پارک دوبل میکنه یه کوچه رو بند بیاره، اتفاقی نمیافته که کلش 2 دقیقه است. یا مثلا یه خانومی داره میره یهو مثلا یه کیفی پشت ویترین میبینه، یا یه دقیقه میخواد بزنه رو ترمز که کیفه رو نگاه کنه، چه اشکالی داره؟ حراج 70% دیگه، خب میخواد واسه نگاه کنه. حالا اصلا آقایون شروع میکنن حرف زشت و متلک و بوق و چراغ و کی به تو گواهی نامه داده و تو برو خونه بشین آشپزی تو بکن به کنار. یک لبخندی اینجور موقع ها آقایون به هم دیگه میزنن و یک پیمان نانوشته برادری بینشون وجود داره. تو اینجور مواقع که یه خانومی اشتباهی میکنه که به این صورته، خانومه دیگه، زنه دیگه، میگه چی؟ بعد یه قیافه مظلوم بدبختی هم به خودشون میگیرن. بیا ببین این قیافه مظلوم بدبخت رو یه جای دیگه هم خیلی زیاد دیدیم، موقع خرید کردن. یعنی موقعی که یه آقایی با خانومش میره خرید، این کیسه های خرید رو میگیره دم در مغازه، این بدبخت اونجوری. حالا مثلا چی کار کردی؟ 20 تا مغازه گشتی دیگه، کوه که نکندی که. بعد همینجوری با بدبختی وایمیسه با این کیسه ها اینجوری دم در. بعد همینجوری که با بدبختی واسه یا چشش میافته به یه آقای دیگه هم که اونم با بدبختی دم یه مغازه دیگه منتظر زنشه، اونم به همین شکل، اون اینوری. بعد باز یک لبخند. ها مرسی. 15 دقیقه تموم شد، زمان میخوایم 3 دقیقه. آماده؟ بله. 1 2 3. این دوتا آقا تو این شرایط بدبختی بیچارگی به این شکلی های لبخندی و هم باز میزنن که این همون پیمان برادری نانوشته هست که خانوم من دیگه. در هر صورت بازم تاکید میکنم به نظر من آقایون و خانوما هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. زن و مرد کاملا از هر نظر مساویان.
دیگه دور زمونه این گذشته که به همه چیز زنونه مردونه نگاه کنیم. دیگه دوران این گذشته که یه خانومی اگر که میتونه سر پای خودش وایسه و یه خونه رو اداره بکنه بهش بگیم مثل یه مرد میمونه، و اگر یه آقای مثلا یه ذره احساسات از خودش نشون بده بگن که چرا مثل زنا میمونی، انگار که چیز بدیه. زن بودن به نظر من یعنی ظرافت طبع داشتن، یعنی مؤدب بودن، یعنی متمدن بودن، و امیدوارم که یه روزی برسه که همه ما خانوما در نهایت موفق بشیم یه کاری بکنیم که همه مردای زندگیمون واسه خودشون یه پا خانوم بشن. خب زدین دخل همه ماها رو آوردین. مردی ذره گریه کنه نه؟ مثل خانم‌ها گریه نکنین، مردونه گریه کنین. خیلی ممنونم. به نظرم اونجا خیلی آقای مسعود خندیده باشه، الان برام ببینم خندیده یا نه. آره. خیلی ممنونم. گروهی که جمع کردن آوردن. صداش میخنده، صداش میاد. خیلی ممنونم. محبت کردین. خواهش می‌کنم. میبینمتون. ممنون. مرسی. ممنونم. مرسی. بریم.